سلام. امروز اومدم بعد از مدت ها تا در مورد موضوعی که خیلی ذهنمو درگیر کرده بود حرف بزنم. مطمئنم شما این آهنگو تو اینستاگرام شنیدین. درسته، نهنگ 52 هرتز یا تنها ترین نهنگ جهان. قبل از هر چیزی بهتره که بدونیم نهنگ ها که به اونها وال هم گفته میشه جانورانی هستن که جفت دارن و جزو پستانداران دریایی هستن و همچنین بسیار باهوش و توانایی درک احساسات رو دارن. خب نهنگ 52 هرتز، دلیل تنها بودن این نهنگ فرکانس صدای غیر معمولیه که داره. یعنی فرکانس صدای این نهنگ بالاتر از فرکانس صدای نهنگ‌های دیگه است. برای مثال فرکانس صدای نهنگ آبی بین 10 تا 39 هرتز یا فرکانس صدای نهنگ قهوه‌ای و نهنگ‌های موجود در سواحل خلیج فارس 20 هرتز هستش. برای همین این نهنگ‌ها توانایی شنیدن صدا با فرکانس بالای 52 هرتز را ندارن. نیروی دریایی ایالات متحده در سال 1989 برای اولین بار صدای این نهنگ رو شنید. و همچنین این نهنگ حتی برای مهاجرت هم مسیر حرکت نهنگ‌های دیگر رو انتخاب نمی‌کنه. این موردی که از اون دلایلیه که این نهنگ هیچ جفتی برای خودش نداره. و دلیل دوم اینه که این نهنگ تنها نهنگ باقی مونده در گونه خودشه. دانشمندان در سال 1998 این نهنگ رو تحت نظر داشتن و بالاخره در سال 2004 علت تنهایی این نهنگ رو کشف کردن و به اون لقب تنها ترین نهنگ جهان رو دادن. در اون زمان همه که تحت تاثیر این نهنگ قرار گرفته بودن، به این علت که زندگی این نهنگ مثل تنهایی ماهاست که حرفهامون، رویاهامون، هدفهامون توسط دیگران قابل درک و شنیدن نیست. انقدر تاثیرپذیری این نهنگ زیاد بود که گروهی از هنرمندان آثارهایی از این نهنگ خلق کردند. گروه آیده که یک گروه موسیقی روسی هست با الهام از زندگی این نهنگ یک قطعه با صدای ضبط شده این نهنگ ساخت. بریم با هم بخشی از این قطعه زیبا رو گوش کنیم. و همچنین فیلمی با نام The Loneliest Whale یا همون تنها ترین نهنگ ساخته شده. خب رسیدیم به پایان ویدیو. لطفاً با لایک کردن از ویدیوم حمایت کنین. نظراتتون اون پایین برام حتما بنویسید.